موتور روشن بکن. در کاپوتو باز بکن. باز. موتور خاموش کن. این شیشه در مقابل آب حساسیت داره و شیشه رو خودش تمیز میکنه. من محمد اخباراتی، مفر یکم هوانیروز، مهندس موتور و سیستم های اویونیک هواپیما، یک مغز الکترونیک اختراع کردم که نصب کردم روی این اتومبیل و سیستم ها رو دقیقاً با مغز الکترونیک کنترل میکنه. برای هر کسی که بخواد به ازای هر 15 کیلومتر سرعت 3 متر با ماشین روبرویی فاصله میگیره. راننده خوابش ببره، تکونش میره، بیدارش میکنه. الان ماشین تو دنده هست. من به مغز الکترونیک میگم روشن. موتور استارت بزن، روشن بکن. الان ماشین تو دنده هست، آژیر میزنه که الان بایستی خلاص کنه. بسیار خوب، خلاص میکنه. روی این ماشین الان تلویزیون داره. مسابقه فوتبالی است که هزینه‌اش تو خط تولید بره حدود 4000 تومان بیشتر نمیشه.